رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. معرفی کتاب عدالت ترمیمی نویسنده جوان پرکار و لایق ما جناب ثناءالله ادیب. تعریف عدالت ترمیمی: اجزای عدالت ترمیمی و پاسخگویی مجرم و بخشش، قربانی شدن زنان در عدالت ترمیمی در افغانستان. جایگاه زنان در عدالت ترمیمی بود. از همون خاطر ما یک مقدار برشان توضیحات دادیم که از خانم‌ها در افغانستان چرا تکلیفشان در کنار مردای افغانستان روشن نباشه و سهم نداشته باشند در عدالت ترمیمی و قانون جزا از استفاده بشه. به نظر من بهترین تعریف به معنی که بسیار از او نقل قول شده، تعریف هاورد زهر، دانشمند امریکایی است. البته تعریف کلمه به کلمه یادم نیست، ولی او میگه که عدالت ترمیمی یک پروسه است، یک فرایند است که در آن همه سهمداران یک عمل جرمی یا نزاع داخل باشند. و آقای ادیب، اولا که من واقعا خوشبخت هستم که هم که جوانی ماشاءالله در این سن سال دارای یک همساسار شده و طبعا که آینده بسیار مفید و بزرگی برای ملت مظلوم افغانستان می داشته باشد. تاکید میکنم که برنامه بسیار خوب است. انشالله که ادامه پیدا بکنند، دوستان در این برنامه های اشتراک بکنند تا خلاهایی که وجود داره در نظام جزایی افغانستان آهسته آهسته از طرف دوستا و حاضرین در پس بتونیم اون خلاها را پیدا بکنیم و رفع بکنیم من فکر میکنم در آخر آیه قصاص این تذکر رفته که اگر عفو کنیم شما و هو اقرب للتقوا مرحله قرار می‌گیرد. دقیقاً بخش اول بخش تساهل است، بخش مثلا گفتگوست. درست که شما برین میان خود بشنین آیه‌های قرآن کریم است که من در این کتابم نوشته کردیم آوردیم به اون جایی برسن از نظر فرهنگی که بتانه بخشش قبول کنه. یک پروسه خیلی روحانی بود که قربانی انسانیت خود میتونست با اونجا بیان کنه، جامعه میتونست انسانیت و خلوص خود در اونجا بیان کنه و مجرم میتونست که انسان بودن خود بیان کنه. عدالت ترمیمی یک مسیر خیلی طولانی است که من سرش کار میکنم به خاطر بخشش کسایی که پدر مرا کشتن و هنوزم ما موفق نشدیم که واقعا ببخشم. وقتی میتونم واقعا ببخشم که دیگه این رقم از نظر احساسی زیر تاثیر نرم، این احساسات تبدیل شود به او احساسات از او زنی که قاتل به عنوان پسر خود قبول کرده او توانایی را هنوز پیدا نکرده. مفاهیم مدرن عدالت اجتماعی مخصوصا در کشور مثل نیوزیلند، کشوری است که اولین بار این عدالت نظریش به حالت عملیش وارد میشه، یا مثلا در کانادا، در جرمنی. سانسان یادآوری آداب گفتار و نوشتار درست، درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب پارسی و زودی از رادیو کتاب. به نام خدای دین، دانش، آگاهی و انسان. ما قسمت دوم معرفی کتاب عدالت ترمیمی نویسنده جوان پرکار و لایق ما جناب ثناءالله ادیب. در اینجا جمع از بزرگا تشریف دارند که بعضی هایشان نویسندن، بعضی هایشان صاحب نظر و همه ایشان اینطوری بگوییم درگیر امورات اجتماعی است. صحبت در اینجا رسیده بود ادیب صاحب که شما میخواستین در جواب فرمایشات دکتر صاحب سمیه کریمی. تعریف عدالت ترمیمی: اجزای عدالت ترمیمی و پاسخگویی مجرم و بخشش، قربانی شدن زنان در عدالت ترمیمی در افغانستان. یکی خوب همین ماند از شما که همین زنان قربانی شده در افغانستان. بله، من به همون خاطر در این کتابم یک عنوانی را که در اینجا آوردیم جایگاه زنان در عدالت ترمیمی بود. از همون خاطر ما یک مقدار برشان توضیحات دادیم که خانم‌ها در افغانستان چرا تکلیفشان در کنار مردای افغانستان روشن نباشه و سهم نداشته باشند در عدالت ترمیمی.
و از همون خاطر من یک بحثی را تحت عنوان زنان و جایگاهشان در عدالت ترمیمی و در عین حال یک بحث دیگه ای را به عنوان جامعه مدنی که کماکان 20 سال می شود که فعالیت می داشته باشند. خب حال نظام حاکم در افغانستان و فعالیت ها را قطع کرده، دیگه نیست برای فعالیت جای. در او هم یک مقدار بالای خانم‌ها توجهی صورت گرفته، منتها در قسمتی که خانم‌ها قربانی است. بله، یکی از معایب عدالت ترمیمی نبود خانم‌ها در و اشتراکشان در عدالت ترمیمی است. در بحث معایب عدالت ترمیمی آمده و پرداخته شده. چرا زنان در افغانستان از یک طرف در عدالت ترمیمی نقش ندارند و اشتراک نمیکنند و سهم نمیگیرند؟ گپ دوم اینمی است که خانم ها در افغانستان قربانی هستند. قربانیش از طریق همی بد دادن نامش را برش یا بدل یا بد دادن میگن صورت میگیره. مثلا ما می داستان جناب محسنی صاحب در جریان هستن. ما در مجلس رونمایی کتاب رو ذکر کردم و یاد کردم که یک کسی سوال کرد می موضوع را، جرم یک کسی دیگه مرتکب میشه، ثناءالله ادیب مرتکب میشه جرم، ولی در بدل جرمی را که من مرتکب شدم و پاسخگو باید خودم باشم، هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ دینی، اما بجای ما مثلا خواهر من میآید در این قضیه و او قربانی میشه. خب درست نیست دیگه. درست مثلا جرم یک کسی مرتکب میشه، قربانیش خانم است. چرا؟ به عنوان یکی از عیب‌های بسیار مهم و کلیدی در عدالت ترمیمی است و این عیب میتونه از طریق گفتگوها، از طریق برنامه‌هایی که گرفته میشه و از طریق آگاهی دهی و همچون برنامه‌های گرفته شود و به مردم رسانده شود و در عین حال دولت همچون پالیسی را وضع بکنه که مثلا ضمن تلفیق عدالت ترمیمی و همکاری عدالت ترمیمی و یک تعریف روشن و جایگاه قانونی برای عدالت ترمیمی که بتونه در کنار عدالت رسمی دولت حل مشکل بکنه و در کاهش جرم نقش ایفا بکنه، بتونه یک راهی خوب، یک زمینه خوب ازش کار بگیره و داشته باشه. به اون خاطر از طریق دولت، از طریق برنامه‌های تلویزیونی ای آگاهی دهی صورت بگیره تا اینکه در جرگه‌ها و در مجالس‌ها ای فرهنگ و ای رسمی ناپسند دور شود و ای قربانی که قانون هاست ای برچیده شود و برطرف شود. و تعریف عدالت ترمیمی که مشخص است که تعریف دقیق و شینمی است که البته دیدگاه مختلفی وجود داره. مثلا جان برایس وید به عنوان جرمشناس استرالیایی او هم دیدگاه خود را داره. دانشمندا و نظریه پردازای حوزه جرم و جزاشناسی تعریف‌های مختلفی دارن، اما تعریف دقیقی که از عدالت ترمیمی میتونه باشه اینمی است که عدالت ترمیمی به نهادهای مردمی و عرفی گفته می شود که ای از طرف نه پاسخگو به قانون است، درست، و نه از طرف قانون یا دولت یا مامور شدن و موظف برای حل یک مشکل است. یک روندی است که از طرف نهادهای مردمی شکل گرفته و یک عرفی است که از طرف مردم برای حل یک فیصله جرمی صورت میگیره و انجام میشه. این تعریفی از عدالت ترمیمی است. بسیار تشکر صاحب. خب آقای صاحب با معذرت که معطل شدین، شما سوال بگوین. ببخشید محسنی صاحب، در این زمینه هم دکتر صاحب وردک، دکتر صاحب سمیه کریمی بحث بکنن خوب است. خب من فقط میخواستم به تعریف استاد ادیب یک چیزی بگویم، اما به نوبت خود میگویم. خیر است، بگوین صاحب. آجی صاحب ولی من کاملا با استاد ادیب موافق هستم که عدالت ترمیمی تعریف مختلف داره و از ابعاد مختلف تعریف شده است، ولی به معنای مدرنش تقریبا 40-50 سال میشه که این کلمه restorative justice در ادبیات جرمشناسی و قانون جزا از استفاده میشه.
به نظر من بهترین به این معنی که بسیار از او نقل قول شده، تعریف هاوارد زهر، دانشمند امریکایی است. البته تعریف کلمه به کلمه یادم نیست، ولی او میگه که عدالت ترمی یک پروسه است، یک فرایند است که در آن همه سهمداران یک عمل جرمی یا نزاع دخیل باشند و به شکل جمعی ازرار را تشخیص نمود و برای از اونا راه های حل مناسب به شکل جمعی، کلمه جمعی بسیار مهم است، در پروسه دیالوگ یا گفتمان پیدا کنند. بنابراین به سوال دکتر صبح کریمی، هم سه سهمدار مهم در یک عمل جرمی، اول مجنی علیه است، اول مجرم نیست، دیگه اول مجنی علیه است، به خاطر که بیشترین ضرر که دیده مجنی علیه دیده یا مجنی علیه. دوم مجرم است و سوم جامعه محلی. بستگی به نوع جرم داره. اگر جرم کوچک باشه جامعه محلی، به خاطر که اونا از ترس و خوف جرم متضرر میشن، و در جرایم که بزرگ جامعه بزرگ کلان هم است. بنابراین ما کم اختلاف دارم. خوب است گفتمان باید باشه بین همه ما. عدالت ترمیمی، عدالت غیر رسمی لزوما عدالت ترمیمی نیست. به خاطر چی که؟ به خاطر که قسم که گفتم مجرم، مجنی علیه و جامعه، ولی جامعه هم زناست و هم مرداست، در حالی که تقریبا در تمام دنیا او زنها در پروسه عدالت ترمیمی یا حضور ندارن یا حضور کمرنگ ندارن. بنابراین عدالت غیر رسمی لزوما عدالت ترمیمی نیست، با وجود که عدالت غیر رسمی وجوه مشترک بسیار فراوان با عدالت ترمیمی داره، اما هر دو یک چیز نیستن. عدالت ترمیمی و به معنای مدرنش البته و عدالت غیر رسمی یک چیز نیستن، در حالی که بینشون وجوه مشترک بسیار قوی و زیاد وجود داره. فقط همین یک ملاحظه. بسیار تشکر. عالی، سوال آجی صاحب بگیریم، بعد فرمایشات دکتر صاحب اگه داشتن. دکتر صاحب سمیه. ما سلام و عرض ادب خدمت همه حاضرین در جلسه، بزرگواران از صمیم قلب دارم. خوشوقت هستم که در اینجا به حیث یک مستمع همیشه شرکت کردم و خودم حرف نداشتم، اما در اینجا در مورد همین فرمایشات عدالت ترتیبی آقای ادیب، اولا که من واقعا خوشوقت هستم که همچون جوانی ماشاءالله در این سن و سال دارای یک همچون آثار شده و طبعا که آینده بسیار مفید و بزرگی برای ملت مظلوم افغانستان می داشته باشند. در مورد مشخص سوال همین که اگر در همین جلسات به اصطلاح قومی است دیگه، این تقریبا در هر جایی که هست اگر یک قتل صورت میگیره در حد قصاص اینا میتونن که باز نظر بدن، طرف راضی نمیشه. طور مثال اینا باز در حد قصاص اجازه دارن که اینا فیصله بکنن. اگر اینا فیصله کردن بازی فیصله اینا قابل اجرا می باشه یا نه؟ همین سوال. بسیار تشکر. خب من یک سوال تقریبا به می رابطه دارم. ادیب صاحب اگر بنویسید رابطه عدالت ترمیمی و همی فیصله های جرگه یا جرگه های محلی که صورت میگیره، ما زندگی کاریم در هزارجات گذشته در اونجا ما دو نوع فیصله داشتیم. یکی شرعی بود که هر دو طرف دعوا می آمد بسیار با جرأت می گفت ناخن را که شریعت ببره خون نداره، ولی با این همه به نحوی متمایل در تسامح و تساهل بودن. وقتی که این تسامح و تساهل ملاهای منطقه می دیدن، ملاها هم خودشان نرمگیر بودن. تا او زمان حداقل تا دوران جهاد ملی افغانستان اینطور طبیعت خشن ما نداشتیم که فعلا داریم. منظور ما کل افغانستان است. بعد اینا میششتن میگفتن خب پس ما ای را فیصله میکنیم. اما تعبیرش فکر کنم شاید از کلمه عربی معرکه گرفته شده باشه که آنچه که شما گفتین بین ازبکا، پشتونا، فلان فلان قوم تقریبا با اندک تلفظ کلگیش همین ریشه عربی را داشت، چون حقوق اسلامی با عربی گویا تدوین شده برای بال اول. برداشت ما یکم چیزی است. البته از حقوق الفبایشم نمیفهمم، خاطرتان راحت باشه، منتها در عمل بودم.
آیا عدالت ترمیمی با چنین فیصله های ارتباط داره یا نه؟ تشکر. ادیب صاحب مایک در خدمت شماست. خواهش میکنم. شما سلامت باشین جناب محسنی صاحب. من یک بار دیگه به می مجلس و برنامه بسیار باشکوه تاکید میکنم که برنامه بسیار خوب است. انشالله که ادامه پیدا بکنه، دوستا در این برنامه های اشتراک بکنن تا خلاهایی که وجود داره در نظام جزایی افغانستان آهسته آهسته از طرف دوستا و حاضرین در بحث بتونیم خلاها را پیدا بکنیم و رفع بتونیم بکنیم. حداقل خب نظام فعلی اگر محاکم و بخش سارنوالی را بسته کرده، اما کجا وطن است، فردا پس دوباره یک حالتی به وجود میاد. ما امیدوار هستیم پس نظم قضایی در افغانستان حاکم میشه و ما حداقل در انتظار ایره داشته باشیم که ما یک راهی حداقل در آینده افغانستان و نظام جزایی افغانستان یک راه حلی از طرف عدالت ترمیمی و همی فرایند داشته باشیم و بتونیم که ایره ما ارائه بکنیم. در مورد سوالی که جناب بزرگوار سیفی صاحب کردن، ایشان سوالشانی بود که اگر قتل در یک قضیه صورت میگیره، این قتل در یک مجلس یا جرگه یا شورا فیصله اگر نشوه، اگر خوش شد خوب، اگر نشد باز راهی بدیلش چی باید شود؟ همچون یک سوالی بود. درست است جناب سیفی صاحب؟ بله همین درست است. بله صاحب. از لحاظ قانونی من میخوام یک تفسیری داشته باشم بعد به سوال شما بیاییم. در ماده 120 قانون اساسی افغانستان، منظورم قانون اساسی 1382 و ماده 122 من میخوام. از لحاظ قانونی و منطق قانون عدالت ترمیمی اصلا جایگاه نداره. از لحاظ قانونی برش کدام جایگاه قانونی که صلاحیت برش داده شده باشه که تو به این اساس و این قضایا را میتونی که فیصله بکنی و یک خطی را برش ترسیم کرده باشه، این از لحاظ قانونی برش کدام جایگاهی نداره. ماده 120 قانون اساسی گفته صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، درست، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علی در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه می شود. هیچ ارگان دیگه صلاحیت رسیدگی از لحاظ قانونی را برای یک جرمی که صورت میگیره نداره. به همین شکل در ماده 122 ذکر شده که هیچ قانونی، توجه می‌فرمایید، هیچ قانونی نمیتواند در هیچ حالتی قضیه یا ساحه‌ای را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تهدید شده خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض نماید. درست است؟ اما ما در همین ماده 122 باز تحلیل خود داشتیم و از او یک چیزی بیرون کشیدیم که با توجه به همو تصمیمی را که مثلا نهاد قضایی افغانستان گرفتن و با وجودی که قضاتی افغانستان موجود است، اما ارگانهای دیگری را ایجاد کردن به نام مثلا ریاست قضاییه دولت. درست؟ این ریاست قضاییه دولت زیر نظارت محکمه کارشون را پیش میبرد و در عین حال مثلا کمیسیون حل منازعات از جانب دولت ایجاد شده بود. البته در دوران جمهوریت ما در اونجا بودیم که قضایای بسیاری را در شمال، در جنوب، در سایر نقاط افغانستان پیش میبردن. این را خود محکمه برایشان تفویض صلاحیت کرده بود، یعنی صلاحیت را واگذار کرده بود برایشان که بله همچون قضایا را شما میتونین که بررسی بکنین، البته زیر نظارت محکمه. دیگه به او خاطر از لحاظ قانونی کدام جایگاه به عدالت ترمیمی داده نشده
حالا میایم به سوال شما. ولی با آن هم که کدام صلاحیتی داده نشده، اما کدام ممانعت جدی هم صورت نمیگیره. اگر قضیه در افغانستان از طریق جرگاه ها فیصله میشه و شوراها فیصله میشه، مثلا دولت بیخیال است، یعنی میگه درست است. از یک طرف انعطاف نشان میده، از یک طرف بخل میکنه. بخل به این میکنه که جایگاه قانونی برش در نظر نمیگیره. درست که مثلا صاحب صلاحیت شوه، مردم مراجعه میکنه. اون قسمی که پیشتر جناب دکتر سیوردک گفتن در بحث عدالت ترمیمی اول مجنی علیه هست، یعنی توجه عدالت ترمیمی به فرد متضرر است، بعد مجرم میشه، بعد جامعه میشه. اما در اینجا چون طرف در عدالت جزایی دولت یا رسمی دولت است، دولت احساس میکنه که حاکمیت خود را ما از دست دادیم، با او خاطر اینجا یک نوع بخل به وجود میآید. از یک طرف انعطاف نشان میده. بسیاری از قضایا جناب یوسف سیفی سے با وجودی که از طرف جرگاه ها و از طرف شوراها فیصله میشه، اما دولت کدام واکنشی نشان نمیده که چرا شما با کدام منطق و جایگاه قانونی این قضیه را فیصله کردید. با او خاطر در جرگاه ها و شوراهایی که صورت میگیره، وقتی که دیدن که این دو طرف جرم صورت نمیگیره و این تبدیل به حالت شدیدی از جرم میشه و تکرار جرم میشه، ایرا خودی جرگاه ها به دو حالت داره. یک حالتش سفارش میکنه به طرفین قضیه، میگه شما مراجعه بکنین به اداره دولت قضات تا اینکه قضیهتون رسیدگی صورت بگیره، یا خودی این جرگاه ها در میان خودشان یک تیمی را انتخاب میکنن و بالاخره به این نتیجه میرسن که ما دیگه در مورد شما کدام تصمیمی گرفتن نمیتونیم، بنابراین یا ما را اجازه بدین که به قضات معرفیتان بکنیم یا خودتان به ارگان قضایی مراجعه بکنین تا اینکه قضیهتون پیگیری شود از طریق دولت پیش بره. اما شخصا خودی من پیشنهادم چی بوده؟ پیشنهادی من در این بوده که عدالت ترمیمی در قضایای مثل قتل که یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است و از جانب دیگر عدالت ترمیمی کدام تضمین و ضمانت قوی نمیتونه داشته باشه، این ارجاع شود به دولت. قضیه قتل است، قضیه بسیار مهم است، این به دولت و نهادهای قضایی محول شود. اما قضایای خردی مثل جنحه و قباحت، این قضایا از طریق عدالت ترمیمی اگر جایگاه قانونی برش تعریف بکنن و یک پالیسی را برش در نظر داشته باشه دولت، از این طریق اگر صورت بگیره، فکر میکنم یک کار بسیار خوب میشه و در سیاست جنایی افغانستان میتونه که نقش ارزنده داشته باشه، جلو آهسته آهسته کاهش پیدا بکنه. اینی چیز ما برخوردیم و دیدیم. اما از طریق عدالت ترمیمی شاهدی فیصله قتل هم بودیم، یعنی زیادی از قتلای بود که صورت گرفت. من در اون مجلس رونمایی کتاب به جناب محسنی صاحب معلوم است، در اونجا جناب دکتر صاحب مجیب رحیمی یک نقدی داشتن و گفتن آیا عدالت ترمیمی این توانمندی را برای خود داره که در عرصه سیاسی هم مثلا نقش داشته باشد، جرایم سیاسی را بتونه که حل و فصل بکنه و این خیلی اختلافاتی که به وجود میاد، انقلابی که به وجود میاد، مثلا طالبان 20 سال در برابر نظام جمهوریت جنگ کردن، خب آمدن نظام سرنگون کردن، گرفتن. طالبا کسایی که مامور قبلی جمهوریت بوده برشان انعطاف نشان بوده و این عدالت ترمیمی میتونه که همچون قضایا را فیصله بکنه و یک راه صلح و آشتی را به وجود بیاره یا نه. دیگه در اونجا ما گفتیم و یک مثال دادیم که ما در زمان جمهوریت در کابل بودیم، میان ملا ترخیل وکیل پارلمان بود در کابل و وزیر حج اوقاف. این دو بزرگوار که هر دوشون شخصیت سیاسی بود، یکیش وکیل پارلمان بود و یکیش هم وزیر حج اوقاف بود. از لحاظ موقف و جایگاه سیاسی دارد. در ارگ مشاجره لفظی شد. قضیه بالاخره بازتاب فیسبوکی پیدا کرد و تنش‌ها یک مقدار تشدید شد. این دو تا ارجاع شد قضیهشون به لوی سارنوالی. در اون وقت فرید حمیدی لوی سارنوال بود. من دقیق به یاد دارم امی قضیه را نتونست با امی سنگینی، از یک طرف ملا ترخیل مثلا میگفت که نه من باید امو چیز خدا داشته باشم،
کرامت ما اجرا شکست و باید که به دست بیاید. و وزیر حج اوقاف هم که میگفت که من وزیر هستم باید که طرف من مشخص شود دیگه. اینمی قضیه باز نشد، امی نتونست، توانمندی دولت نبود. آخر از طرف لوی سورانوالی امی قضیه در جرگه پکتیا فیصله شد، با امی حجم و با امی سنگینی در موجو فیصله شد. اگر واقعیت این تبدیل به یک متن شود، این مزایای عدالت ترمیمی آیسته آیسته آگاهی دهی شود و در افکار عامه این برسه و این باز تولید شود، تبدیل به متن شود، اون قسمی که جناب دکتر سیب وردک، جناب دکتر سیب کریمی و شخصیت‌های دیگری در این عرصه بیاین گفتگو بکنن و یک راهی برش بسنجن. درست است عیبهاش ما در نظر میگیریم، اما خوبی‌هاش هم باید در نظر داشته باشیم. دیگه موارد رمت دیدم که این تو یک چیز صورت گرفت، ببخشید که یک مقدار بس طولانی شد، جایگاه قانونی نداشت و ما شاهد قضایایی بودیم که هم صورت گرفت هم صورت نگرفت، به اون جای ارجاع شد. در ارتباط با جناب محسنی صاحب، شما گفتین جناب محسنی صاحب که رابطه عدالت ترمیمی دو روش بود، یکی روش تساهل بود، یکی روش شرعی بود. جناب محسنی صاحب بله دقیقاً در شریعت که مراجعه بکنی قتل باید قصاص شود با تکمیل شرایطی که برش در نظر گرفته شده. اما ملاهایی که در افغانستان است از دیدگاه شرعی باید یک قتل برش وقتی که صورت میگیره میگن باید قصاص شود، اما در بدلش و مثلا احادیث و آیه های قرآن کریمه که از صلح و خیر و بحث های دینیش را میارن توجیه میکنن و بالاخره در اوجا من خودم شخصا در یک مجلسی قتلی بودیم که در منطقه، البته منظورم تخارم میگم، در اوجا حضور داشتیم که قتل صورت گرفته بود. در رأسی این قضیه ملاهای محل بود و میخواستن همین قضیه فیصله شود. از لحاظی این قضیه قسمی بود که مجرم در چی بود؟ مجرم در پیش دولت بود، در زندان بود، اما با وجودی که مجرم در زندان بود اختلاف وجود داشت، یعنی دو طرف هم دیگر را اخطار میدادن و سبب این میشد که باز دوباره خدای نخواسته یک قتل دیگه صورت نگیره یا یک اتفاق دیگه پیش نیاید. باز امو طرفی که قاتل بود البته و مراجعه کردن به می جرگاه ها و امی جرگه امی خانواده ها را با هم پیوند داد، یعنی امی جرگه سبب شد که این دوتا دیگه دست به عمل جرمی نزنن و او هم زندانش را جرمش را جزاش را کشید و از زندان برآمد. این قضیه فیصله شد. من فکر میکنم که عدالت ترمیمی یک پل ارتباطی هم میهان دیدگاه شرعی میتونه باشه هم دیدگاه اجتماعی میتونه باشه و بیشتر تاکید عدالت ترمیمی بر جبران خساره است. اصلا موضوع قصاص در اندیشه و تفکر عدالت ترمیمی وجود نداره که اگر ملای مسجد میشنه، اگر متنفذ قوم میآید میشنه، در همین محور باید بحثشون پیش برود. بحثشون این است که قربانی، قاتل، جامعه محلی، این سه بخش یک جای شوند، به یک گفتگو برسن که هم جامعه آرامش ببینه، هم حق مجرم تلف نشوه، هم قربانی حداقل احساس بکنه که بله ما در همین جامعه قربانی شدیم ولی جبران خساره خود به دست آمد. این دیدگاه بود. بسیار تشکر صاحب. قبل از اینکه دکتر صاحب سمیه را فرمایشاتش گوش کنیم، من فکر میکنم در آخر آیه قصاص این تذکر رفته که اگر عفو کنین شما و هو اقرب للتقوا. آیه را کامل یادم نیست. بله، یعنی قصاصی هم که اسلام گفته یک دفعه شرح میده که و فی القصاص حیات لکم یا حیات یا اولی الالباب. بله، ببخشید که جای بس چی شد جناب محسنی سی. بله، تاکید در دین چیست؟ در دین اصلا بحث قصاص در آخرین مرحله قرار میگیره. دقیقاً. بخش اول بخش تساهل است، بخش مثلا گفتگو است. درست که شما برین میان خود بشنین. آیه های قرآن کریم است که ما در این کتابم نوشته کردیم آوردیم که شما میان خود بشنین، گفتگو بکنین. و حتی یک قصه است که در بخش عدالت ترمیمی پیشینش در اسلام است.
و پیامبر مبارک و پیامبر گرامی ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میان دو قومی که بسیار از اوس و خزرج اوس و خزرج میانشان یک اختلاف بسیار طولانی بود، یعنی خیلی افراد در اونجا تلف شده بود و کشته شده بود و قتل. حتی پیامبر در اون مجلس اشتراک کرد و به عنوان میانجی اون مجلس امو قضیه را نقطه پایان گذاشت و فیصله کرد. دیدگاه اسلامی همی است. دکتر صاحب مایک در خدمت شماست. دکتر صاحب کریمی. اگر دیگرها سوال چیزی نداره من میتونم صحبت کنم. نمیخوایم وقت دیگرها رو بگیرم. شما بفرمایید صاحب. اینجا تنها خانومی هستین که گپ میزنین، باز میخواین در ردیف دوم باشین. شما حق دارین. نه تشکر. بازم یک بار دیگه تشکر از رادیو کتاب و تمام کسایی که اینجا آمده و بازم سلام. من علاوه میکنم به صحبت های دکتر صاحب علی وردک که در رابطه با اجزای عدالت ترمیمی صحبت کردن و همچنان محترم ادیب صاحب که اجزای کلیدی عدالت ترمیمی در اینجا این رقم چی میکنن که ترمیم آسیب، مسئولیت فعال مجرم برای ازی که جبران کنه چی خوده و مشارکت داوطلبانه طرفین همیشه تاکید میکنه که قربانی و مجرم اردویشان به صورت داوطلبانه با اشتراک کننده و همی گفتگو و ادغام مجدد یا تمرکز بر التیام و بازگرداندن قربانی در جامعه. شیوه هایی که در اینجا استفاده میشه که قربانی و مجرم به صورت مستقیم با هم دیگه صحبت میکنه، به فیصله میرسه که چه رقم قربانی از نظر عاطفی و مادی رابطهشان ترمیم شود، جامعه چه رقم ترمیم شود، مجرم چگونه چی میتونه پاسخگو می باشه و چه رقمی آسیب پذیری آسیبی را که در جامعه و مجرم قربانی رسانده چه رقم دوباره ترمیم میکنه. و در اینجا در آمریکا عدالت ترمیمی یا restorative justice در بعض کورت ها یا محکمه ها استفاده میشه. بعض کسا اگر خواستن اونا را به صورت داوطلبانه استفاده میکنن. ما که با یکی از دیالوگ یا در گفتشنو یک زندان اشتراک کردم که خواستم بخشش یاد بگیرم چه رقم قاتل ببخشم. در اونجا واقعا یک چی بود، یک پروسه واقعا روحانی و پروسه بود که واقعا انسان ها باید با او جای برسن از نظر فرهنگی که بتانه بخشش قبول کنه. یک پروسه خیلی روحانی بود که قربانی انسانیت خود میتونست با اونجا بیان کنه، جامعه میتونست انسانیت و خلوص خود در اونجا بیان کنه و مجرم میتونست که انسان بودن خود بیان کنه. و در رابطه با در جریان از این دیالوگ باعث شد که یک آشتی عمیق در بین مجرم و قربانی به وجود بیاید که مادر قربانی او پسر که کشته بود پسرش به عنوان پسر خود انتخاب کرده بود. یعنی خیلی یک جریان یک ساله دیالوگ بود، دیالوگ یا گفتگو بین مجرم و قربانی بود که بالاخره این رابطهشان تبدیل شده بود که او پسر که کشته بود پسرش به عنوان پسر خود انتخاب کرده بود. یعنی خیلی عمیق بود چیشان. یک چیز سطحی مثل جرگه هایی که من دیدم در افغانستان که فیصله میکنه یک دختر به بد میتوه و آسا همیشه سرش ظلم میشه، او رقم نبود. واقعا یک جریان روحانی و معنوی و دا آخر چی من میلرزیدم وقتی که آخر امو جلسه واقعا میلرزیدم که چه رقم بخشش آدم یاد بگیره. امیالم احساساتی شدم چون دمو وقت در رابطه صحبت میکنم در رابطه با بخشش پدر خود
فکر میکنم. یعنی عدالت ترمیمی بستر فرهنگی میخواه که انسان ها واقعا به انسانیت و کرامت انسانی احترام داشته. قتل و قصاص اصلا جز از او جامعه حساب نکنه یا جز از قضای جرمی اصلا نیاره. وقتی که یک فرد انتخاب میکنه این مسیر، اصلا اونا رو کنار بگذاره که ما میخوایم قصاص کنیم، ما میخوایم. عدالت ترمیمی در جامعه به وجود میاد که اخلاق و انسانیت و کرامت انسانی اساس جامعه انسانی باشه، عدالت اجتماعی. و در عدالت ترمیمی قدرت یا توانایی مساوی قربانی و مجرم هم مهم است. نمیتونه یک کسی که خیلی قدرتش بیشتر باشه از مجرم کرده در عدالت ترمیمی اشتراک کنه، چون ضامن نیست برای از اینکه قربانی حقش ضایع نشه. ببخشید من خیلی چی شدم، احساساتی شدم، چون عدالت ترمیمی یک مسیر خیلی طولانی است که من سرش کار میکنم به خاطر بخشش کسایی که پدر مرا کشتن. با هنوزم من موفق نشدم که واقعا ببخشم. وقتی میتونم واقعا ببخشم که دیگه این رقم از نظر احساسی زیر تاثیر نرم، امی احساساتم تبدیل شود به او احساسات از او زنه که قاتل به عنوان پسر خود قبول کرده بود. او توانایی را هنوز پیدا نکردم. یک سوال کوتاه اگه جواب بدین، قتل عمد بوده یا قتل اشتباهی بوده؟ در کدام قتل؟ در موردی که رفته به دزدی، نمیخواسته قتل کنه ولی قتل شده دیگه. این مورد پاکستانی ها یک سریال تیار کرده که قتل غیر عمد صورت میگیره، بعد مادر قاتل بچه خود به عنوان پسرخوانده قبول میکنه. بسیار خوب، بسیار تشکر. خب خدا رو شکر یک حقوقدان بسیار ماهرم به ما وصل شد. کم کم به آخر برنامه هم میرسیم. ما اجازه میخوایم که مایک به ادیب صاحب و دکتر صاحب واردک بسپارم. 4 دقیقه وقت داریم بزرگوارا، شما دوتا فرمایشات خود بگوین، انشالله بازی جلسات ادامه میتیم. و تا یادم نرفته صاحب، ادیب صاحب گفتین خانم شما قاضی است نه؟ بله یا قاضی هستم، البته در دوران جمهوریت. اگه به اندازه ما غیرت ناموسی نداری و ما جمیله خانم آمده ولی نمیمونم که روی خود واس کنه دیگه همونطور ولی روی من واس کدید دیگه. اگر به خاطر که دکتر صاحب احساساتی شده یادش رفته، شنبه آینده همی معرفی کتاب دکتر صاحب داریم، تشریف بیارن، به نهایت خوشحال میشم. 3 دقیقه وقت مونده ولی باز 4 دقیقه وقت به شما بزرگوارا اختصاص داره. اجازه بدین قبل از او همی عاطف صاحب هم یک جور پرسانی بکنه. بسیار آدم بزرگوار. جناب محسنی صاحب سلام خدمت شما، خدمت بزرگوارای حاضر در برنامه، جناب ادیب صاحب، دکتر صاحب وردک، خانم کریمی، همه بزرگوارایی که حاضر هستند. ما بسیار معذرت میخوایم نتونستم همون فرصتی که در معاینه خانه منتظر بودم از آیفون خود گوش میدادم صحبت ها را. بعدش صدا زدن داخل شدم، برگشتم دوباره وصل شدم. فرصت بسیار کم است، زیاد نمیخوایم صحبت بکنم چون عدالت ترمیمی یک مسئله نیست که بتونه آدم در 2 دقیقه و 3 دقیقه روش صحبت بکنه، ولی فقط همه قدر میخوایم بگوییم که کاش کتاب به دسترس می بود، مطالعه میکردیم، هم استفاده میبردیم، هم میتونستیم روش صحبت بکنیم، چون نقد کتاب بدون مطالعه کتاب یک پیش قضاوت است. ولی از فحوای کلام جناب ادیب صاحب اینطور ما فهمیدم که شان عدالت ترمیمی را در افغانستان منظورشان است، یک جزء جدا از عدالت به قول خودشان کلید واژه‌ای که استفاده کردن، عدالت رسمی انتخاب کردن. ولی در مفاهیم مدرن عدالت اجتماعی، مخصوصا در کشور مثل نیوزیلند، کشور است که اولین بار این از حالت نظریش به حالت عملیش وارد میشه، یا مثلا در کانادا، در جرمنی است. اینا در اینجا عدالت ترمیمی به عنوان یک عدالت گروهی یا قومی نیست یا قبیله‌ای نیست، مثل که در افغانستان ما جرگه‌ها و چیزهای دیگه داریم. اینجا یک تلفیق است از عدالت رسمی
و عدالت اجتماعی که مثلا شما میگم مثلا در کانادا، مثلا جایی که من زندگی میکنم، یا در نیوزیلند هم است، وقتی که یک همچون قضایای واقع میشه، اینا را مجبور میسازن به کار کردن. مثلا یک چیز را قبل از او بگوییم که عدالت ترمیمی تا امروز هم در کشورهای پیشرفته مثل نیوزیلند و کانادا بگم در حد جرائمی است که کاتگوری جنحه و قباحت قرار دارند، نه در کاتگوری جنایت. او بخشی از جرائمی که در کاتگوری جنایت قرار دارند، او در عدالت ترمیمی هنوز شامل عدالت ترمیمی نشدن. شاید فردا پس فردا شامل شود، نمیفهمیم. ولی فعلا امی دو کاتگوری را، حتی کاتگوری جنحه را کمتر مد نظر میگیرن، بیشتر در کاتگوری قباحت است که من نمیرم به تعریف او مسئلهش، به خاطر که میفهم بزرگوارا همیشون از ما بسیار واردتر هستند این مسئله. ولی اونم همو کمیونیتی سنتر است، مثلا میرن میگن شما 200 ساعت مثلا باید کار بکنید. اینا را به این شکل هم یک موعده جداگانه برشان تعیین میکنن و همچنان اینا را همو که دکتر سیب کریمی فرمودن مدغم مثلا دوباره یک ادغام دوباره در اجتماع برای اینا ایجاد میشه، چون کمیونیتی سنتر جایی است که اما حضور داره اینا رو. حتی ما شاهد بودیم چون در بعض جایایی که اینا همون کسایی که در به می حکم محکوم شدن از طرف محاکم که برن به کمیونیتی سنترها، اینا پاکاری میکنن، کلینینگ میکنن، پاکاری میکنن کمیونیتی سنترها را، ولی میکنن علاوه چیزای دیگهش. اما طور که دکتر سیب کریمی فرمودن عدالت ترمیمی یک پروسه بسیار طولانی است. خود دکتر سیب کریمی چندین سال است که روی خودشان کار میکنن که قاتلین پدرشان عفو بکنن، ولی متاسفانه که هنوز به قول خودشان، طوری که خودشان فرمودن، هنوز پیروز نشدن. و این به این سادگی هم مطابق فطرت انسانی به این سادگی هم نیست ما بتانیم کسی را به این سادگی. خود دکتر سیب کریمی شاهد از این مدعای ما هستند که عفو بکنیم. نمیخوایم صحبت‌های طولانی کنیم چون 4 دقیقه وقت دادین. انشالله در برنامه بعدی که دوشنبه بعدی باشه انشالله بیشتر خود سهم گرفتیم. ما بازم بسیار معذرت میخوایم که نتونستم و بسیار متاسف هستم، ولی با دل ناخواسته نمیشد وقت دکتر خود لغو میکردم. بسیار معذرت میخوایم و بسیار تشکر سید. خب ما بنا به عدالت ترمیمی شما را عفو میکنیم. 2 دقیقه دکتر صاحب وردک و ادیب صاحب صحبت کنن، برنامه را ختم میکنیم. جناب دکتر صاحب وردک اگر باشن صحبت بکنن، ما در پایین باز. ما واقعا که بسیار بهره بردم و بسیار استفاده کردم از افکار نظریات همه ایتان و انشاءالله در آینده ما در این پروگرام ها شامل خواهم بود. فقط میخواستم در ارتباط با حرفای دکتر سیب کریمی بگویم که ما کاملا موافق هستم که عدالت ترمیمی یک فرایند است، یک پروسه است، یک دیالوگ است، یک گفتمان است و عمیقا چیست روحانی است یا اسپریچوال است. من در این روزا خلاصه میکنم سر یک با پروژه دیگه کار میکنم، یگانه مجله عدالت ترمیمی به سوی بین‌المللی در International Journal of Restorative Justice. باز اینا یک شماره خاص هم داشته می باشه، مثلا در آسیا، آفریقا. امید شمارهشان در ارتباط با اسلام and restorative justice. خلاصه میایم ما تقریبا 12 دانشمند از تمام اکناف دنیا اسلام جمع کردم به شمول برادرای ما از دانشگاه ایرانی و تنها ابعاد مختلف عدالت ترمیمی را در اسلام تحقیق میکنم. فقط میخواستم به نقطه امی عفو در اسلام. یک از آیات قرآن شریف است که بهترین مسلمانان آنها هستند والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی بهترین مسلمانان آنها هستند که قهر و خشم خود را کنترل میکنن و به مردم عفو میکنن. بنابراین اگر مسلمان هستیم یا نیستیم، اگر مسلمان هستیم این یک پروسه روحانی است برای یعنی کسی که عفو میکنه و خشم و قهر خود را کنترل میکنه او بهترین مسلمان است، یعنی به خداوند نزدیک است. بنابراین این اصلش در فرهنگ و دین ما هم است. فقط میخواستم امیر بگویم و باز هم این تالیف کتاب مبارکباد میگویم و مایه افتخار مسلم استاد ادیب. شما بخیر باشین. ما در اول باید بگم که کتاب نسخه الکترونیکیش موجود است. من لینکش برای شما جناب محسنی صاحب میفرستم، باز شما میتونید که به دوستا شریک بسازین. نشر پرند در کابل
وقتی کتاب چاپ شد هم نسخه فیزیکیش در افغانستان است، هم نسخه الکترونیکیش. دوستان میتونن که از اونجا به دست بیارن. من حرفم می نمیسته که اول خود من تشکر میکنم بابت اینمی برنامه. خداوند به همه شما اجر بده که برنامه را آمدین و اشتراک کردین و پیش میبرین و این توقف نکنه، این مسیر ادامه پیدا بکنه و این بحث ها بیشتر باز شوه و بیشتر در معرض دید قرار بگیره، در معرض گفتگو قرار بگیره و دکتر سیب سمیه کریمی آنمو فرایندی را که داستانش گفتن و قصهش گفتن یا همش نوشته شوه و این تبدیل به متن شوه و این مکتوب شوه و این در کانادا هست، عدالت ترمیمی در استرالیا هست، مجرم مرتکب یک جرم میشه در استرالیا عدالت ترمیمی پیامش همیست و جزاش همیست برای مجرم که شما برین از محیط زیست مثلا چیز بکنید، محافظت بکنید. خب چرا اینمی فرهنگ در افغانستان نباشه؟ اینمی زمینه ها به نظر من که بیشتر نوشته شوه، بیشتر رسانده شوه، آگاهی دهی شوه برای نسل جوان. انشاءالله که بتونیم این مسیر را ادامه بدیم و حداقل در کنار عدالت جزایی ما هم به عنوان مخاطبان و کسایی که پیرو عدالت ترمیمی هستیم حداقل یک صفی داشته باشیم و یک دیدگاهی داشته باشیم که انشاءالله با آینده افغانستان به درد بخوره. دیگه تشکر، بخیر باشین، سلامت و عافیت باشین. تشکر از شما و از همه بزرگوارایی که اشتراک کردن، پروفسور صاحب علی وردک، جناب حاجی صاحب سیفی، دیپلمات ورزیده و خدوم وطن ما حضرت مسیح عاطف و دکتر صاحب سمیه کریمی و استاد فروتن، جناب زید محسنی، آقای فهیم محسنی از کابل و جمیله محسنی از طبقه پایین امی خانه در اسارت نوید. از همه از این بزرگوارا از تشریف آوری شما تشکر میکنم و بسیار با مسرت اعلام میکنم بی تعارف رادیو کتاب افتخار داره که حقوق دانایی که افتخار افغانستان است در این جلسه اشتراک کردن و اینجا آمدن گفتن از حقوق دنیا اندکی با خبر شدیم، مفهوم عدالت ترمیمی را فهمیدیم. انشاءالله که گامهای آهسته و پیوسته برداریم به دلیل از که شتاب همیشه در افغانستان شکست خورده در تاریخ افغانستان. شما وقتی در قانون دوران عبدالرحمن خان مراجعه کنین بسیار اونجا عدالت هم ریشه داره، هم عفو و بخشش، همه چیز است. با وجودی که عبدالرحمن خان آدم ظالمی بوده ولی قوانینی که در دوران تصویب شده. انشالله که جور و صحتمند باشین. این برنامه ها را حتی المقدور ادامه میتیم. شما بزرگوارا مقصد اشتراک کنین. از کسایی که سابسکرایب میکنن، نظر میته و انتقاد میکنن ما را، انتقاد خیلی مهم است. از همین برنامه ما انتقاد کنین. همه رادیو کتاب کسایی که میاید در جستجوی حقیقت است. و سلام تا جلسه بعد. خدا سانسان یادآوری آداب گفتار و نوشتار درست، درس های مختصری از دریای بیکران ادب پارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.